خب به نام خدا. مرغ نژاد آسترالوپ یک نژاد مرغ دو منظوره هست از کشور استرالیا. برای تولید تخم مرغ و گوشت خوبه، برای هر دوتاش پرورش داده میشه. این نژاد رو از اورپینگتون نژاد انگلیسی اومدن اصلاح نژادش کردن که توی بعضی از نژادهایی که اومدن درست کردن بیشتر از 300 تا تخم در سال میذاره و این خیلی رکورد بالاییه. الان شما اگر دقت بکنید مرغ‌های نژاد گلپایگان 220 تا 240 تا دونه تخم در سال میذاره، این 300 تا تخم میذاره، حداقل 60 70 تا تخم بیشتر میذاره. یعنی به همون اندازه همونها غذا میخوره و بیشتر تخم میذاره. حالا هنوز مزیت‌های دیگه‌ای هم داره که بهتون میگم. توی استرالیا کلاً 8 تا نژاد مرغ هستش که ایجاد شده و این رنگ اصلیش سیاه هست که ثبت شده، اما رنگ‌های آبی و سفید هم توی استرالیا هستن. رنگ‌های دیگه مثل نخودی، ته‌دار، گندم رنگ، طلایی، اینها توی بعضی از کشورهای دیگه از همین نژاد اومدن رنگ‌های دیگه رو هم ایجاد کردن. حالا این نژاد چه ویژگی‌هایی داره؟ آسترالوپ در اندازه استاندارد، حالا که بهتون میگم وزنش چقدره، و مینیاتوری هستن، یعنی کوچیک سایز هستن. سه رنگ گفتم، سفید و آبی و سیاه داره و عملکرد تخم‌گذاریش میانگین هر مرغ 309 تا 310 تا تخم میذاره. این رکورد بدون استفاده از نور مصنوعی ثبت شده. رکورد جدیدی با 364 تخم در 365 روز، یعنی یک روز فقط در کل سال تخم نذاشته. این نژاد علاوه بر تخم‌گذاری بالا، تخماشون قهوه‌ای روشن هست و وزن خروساشون در استانداردش تقریبا 3 کیلو هست تا 4 کیلوگرم. وزن خروس ها توی نژاد ریز جثه یا بانتامش تقریبا 1 کیلو تا حدود 1 کیلو 200 گرم وزنشون هست. ماده ها یعنی مرغ ها 2 تا 3 کیلو وزنشون هست و ماده های نژاد ریز جثه تقریبا 800 گرم تا 1 کیلو بیشتر وزن ندارن. و اینجا این آبیش رو میبینید، بلو بانتام بلو هست و اینجا جوجهش رو میبینید که قیمت خیلی بالایی هم داره. حالا بهتون میگم قیمتش رو. این هم که مرغش هست. بریم سر قیمت ها. نگاه کنید جوجه سیاه آسترالوپ تقریبا $4.29 و $5.79 بسته به نرمادگیش قیمت داره. نگاه کنید اینجا گفته جوجه مادهش $5.79 و جوجه خروسش $4.29 قیمت بخوره که خیلی زیاد هست. الان دلار رو 80,000 تومان هم که بخواید حساب بکنید، اگه $5 هم بخواید این قیمت رو حساب بکنید که نزدیک $6 هست، تقریبا 400 تا 500 هزار تومان جوجه یک روزش قیمت میخوره. توی ایران هم داریم مرغ بومی نژاد آسترالوپ. این قیمتش رو زده 450 تومان دونه ای که 60 تا هم داره، جفتی 900 تومان داره میفروشه. و یک جای دیگه هم هست نژاد آسترالوپ، فقط خروسش رو داره 1 میلیون تومان میفروشه. اگر بتونید نژاد خوب و خالصش رو گیر بیارید خیلی تولید بالایی داره. حتی از این مرغ‌های صنعتی هم تولیدش بالاتره بعضی از اون نژادهایی که مخلوط نشده باشن و خالص باشن. یعنی 364 روز در سال تخم میذاره و فقط 1 روز استراحت داره. خوبیش هم این هستش که چون نژاد سنگینی هست، بعد از پایان دوره این رو میتونید به عنوان مرغ گوشتی به قیمت خوب بفروشید. خروس‌هاش هم همینطور میتونید به قیمت خوب بفروشید. از طرف دیگه به خاطر رنگ سیاهی که داره و اعتقاداتی که مردم ایران دارن که مرغ و خروس سیاه گوشت گرم داره، برای بیماری ها خوبه یا برای چشم زخم و اینها خوب است، اعتقادات هست دیگه در ایران وجود داره. فروش مرغ و خروس سیاه خیلی راحت تر است نسبت به مرغ و خروس های دیگه، چون خواهان بیشتری داره، تقاضای بیشتری داره.